سلام و درود فراوان به شما هم میهنان عزیز در سر تا سر کشور. من سرلشکر خلبان مهدی روحانی از گروه نظامی سیاسی عقاب ایران با شما دوستان و عزیزان صحبت میکنم و ازتون برسونم. خیلی بسیار زیاد امروز خوشحالم که مقام والایی از مملکتمون امروز در اینجا تشریف دارن. صفات بسیار بزرگی در صحنه ادبیات ایران هست، والا، بالا، تبار و امثال اینا که ما بس که کم مصرف کردیم خب یه خود حالا کم یادمون رفته، ولی خانم والا تباری با ما تشریف دارن که بسیار زیاد مژده میدم به خانم‌های ایرانی که به صحبت‌های ایشون توجه داشته باشین. ایشون یکی از بزرگان مملکت ما هستن، صحبتاشون به شما نشون خواهد داد. من یه چند دقیقه شاید مثلا 7-8 دقیقه صحبتی دارم صحبت میکنم، بعد ایشون رو معرفی میکنم با اسم و رسم و ایشون در خدمت شما خواهند بود. خیلی خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که واقعا یه مقداری کارتون رو کم کنین، مخصوصا خانومهای معظم مملکت ما که همه امید ما با این خانومها هستن، گوش کنن به صحبت‌های ایشون. ایشون نه برنامه‌ای رو تهیه دیدن، نه آماده کردن، نه کتابچه‌ای دارن. ایشون اون چیزی که براشون وجود داشته رو برای شما همیهنان عزیز باز میکنن. آخرش هم بنده میام و برنامه رو در خدمتتون میبندم. دوستان عزیزان، همونجور که استحضار دارین مملکت ما آتیش گرفته رفته و عقیده من مرده و در حدودی برای تقسیم بندی مملکت ما داره کار میشه. خدا بیامرزه چرچیلو یه رو تو بیمارستان ناخوش شده بود، خوابیده بود، گرفت با یه مداد و یه دونه کاغذ نقشه امروز خاورمیانه رو کشید که اردن و نمیدونم سوریه و یه تعداد از اینا اون روز اختراع شدن. همین اتفاقات برای ما خواهد افتاد. بیایین جلوش رو بگیریم، نگذاریم که این اتفاقات برای مملکت ما بیفته. زحمات زیادی کشیده میشه، به خصوص خانوما و جوانا. حالا اسم نمیبریم که چرا مردان اینا ازشون کم خبره. شاید اونا باید زندگی رو مرتب کنن که خانومش و پسرش اونا بتونن مطالب رو برای ما ارائه بدن و همینجور هم که داریم میبینیم یه مقداری تقریبا اینجوری هست. چرا واقعا باید اینجور باشه؟ چرا باید مملکت بره؟ چرا باید بشینیم تماشا کنیم؟ اینا همه سوالایی است که هیچ ایرانی تا حالا براش جواب نداره. در جنگ و گداز ایرانیان بسیار پرقلب والای فرهیخته‌ای هستند که همین حالا هم دارن برای ایرانشون می جنگن. این نیست که بگیم همه ایرانی خوابیدن، نه، همشون نخوابیدن، دارن برای مملکتشون می جنگن و حتما
دوستان عزیزان حتما به نتیجه خواهیم رسید، به دلیل اینکه اونایی که مملکت ما رو خورده اند اونا پشتوانه ای از هیچ نوع در خدمتشون نیست که بگن بر این مبنا اینا دارن یه همچی کاری میکنن. اومدن و به قول معروف زدن و دزدیدن و بردن و خوردن و بی‌ناموسی و بی‌عفتی هم به وجود آوردن. حالا توش موندن، نمیدونن چی کار کنن. ایران 3 قدم پیش نمیره، ولی مرتبا قدم ها به عقب بسیار زیاده. هر جا میان آمار میگیرن، فرض کنین در مورد اونا که حسابشون خوبه، دانشجوهایی که حسابشون خوبه، ایران آخره. هر آماری میگیرن که خوبی نشون بدن ایران آخره. وقتی میخوان آمار زشتی و نکبت و از این کارا رو بگیرن، مثل این که اعداما در کجای دنیا زیاده و ایران ما اول میشه. اینها اونایی نیستش که یه ثبوتی در این امکانات هست. ثبوت نیست، همیشه درا بازه، باد داره میاد، در میخوره، به تخته میره بالا، میاد تا کاغذ از اتاق میفته بیرون، هزار اتفاق میفته. ولی بالاخره این کار یه جایی به نتیجه میرسه که نتیجهش به نفع ماست. یه مقداری با صحبت‌های این خانوم که اسمشو براتون معرفی خواهم کرد بکنین، ببینین چقدر زیاد خانوم ها میتونن که واقعا همه کاره باشن، که از نظر یه تعداد مردان متفکر متمدن همه کارم هستن. واقعا همه جا بهتر از مردا دارن عمل میکنن، ولی بر طریق نمیشه گفتش که این راهی است که مملکت ما بهش احتیاج داره و باید بریم. دلسوزی های زیادی هست، دلقشی های زیادی هست که مردم دارن جون میدن که خب آخه چی شد؟ این مملکت ما به کجا داره میره؟ چرا؟ تعداد زیادی چراها هست که هیچی جواب براش نیست و یه تعداد گریوزاری گهگاه دنبالشه. دوستان عزیزان، لابلای این فعالیت ها، لابلای زمان، هر کی در هر فن و حرفه‌ای که هست یه جوری خودش رو میرسونه به این حرکت اجتماعی پیش به سمت آینده. عقاب ایران چون یه برنامه نظامی سیاسی هست، هیچ وقت من ندیدم که بهش بخوره از نظر اینکه یه استراحتی بدیم به دوستان که دارن تماشا میکنن و مثلا یه آهنگ خانوم مرضیه رو بذاریم. به هیچ عنوان اونا به عقاب ایران نمیخوره، ولی تکه هایی وجود داره که میشه گفت اصلا این مال عقاب ایرانه. اصلا این متن سخنان عقاب ایران رو داره تحویل مردم میده. تشکر فراوان از این گروه کوچک 4-5 نفره که الان خدمتون معرفی میشه و ببینین که اینا به زبان ساز، به زبان آهنگ چجور دارن مملکتشونو به رشد و نمو میرسونن که حتما همه این حرکت ها جواب خواهد داد. بسیار زیاد پسندیدم. دوست عزیزی تشکر میکنم ازشون که این آهنگ رو، این کلیپ رو به من تحویل دادن و چقدر گویای تمام متون صحبت‌های گروه نظامی سیاسی عقاب ایرانه. اتاق فرمان خواهش میکنم کلیپ رو لطف کنید.
ای ایران من، دوستان عزیزان، خانم‌های به خصوص که امروز برنامه بیشتر به شما تعلق داره، با تمام این صحبت‌هایی که این دوستان بسیار میهم پرستمون کردن، اصل مطلب اینه که خیزش سیل آسای ادعا دفاع نظامی ندارد. من خواهش میکنم این اسلاید بمونه، من یه دقیقه روش صحبت بکنم. شما اگه یه روز قرار بشه ساعت 11 صبح فقط از در خونتون بیاین بیرون، ببین مردم، فقط از در خونتون بیاین بیرون، هیچ کاری نکنین، بچه‌تون هم بغلتون باشه. ببین جمعیت ارتش‌های دنیا بهت میگن اگه شما ساعت 11 همتون بیاین بیرون، حتی نصفتون که بیاین بیرون، در مثل تهران اگه 6-7 میلیون بیاین بیرون، دفاع نظامی در مقابل شما 6-7 میلیون نیست. مردم که شما این رو نمیتونین تجزیه تحلیلش بکنین، از من نظامی کهنکار بپذیرید، از دوستان نظامیتون بپرسین که آیا ما خیزش سیلاسا داشته باشیم جمهوری اسلامی چیکار میتونه برای ما بکنه؟ جوابشو من بهتون میدم، هیچی مردم، هیچی. خیزش سیلاسای ادعا دفاع نظامی ندارد. تا فرمان اسلاید بردارین لطفا. دوستان مژده‌ای که بهتون داده بودم که امروز یکی از والا مقام خانم‌های ایرانی اینجا تشریف دارن که چقدر من افتخار میکنم که یه 100 ساعتی در خدمتشون بودم و من تنها اکتفا میکنم به صحبت‌های کوچیک که اسم این خانم بزرگوار قدسی حبیبی افخمی هستن که ایشون در سطح بالای کشوری بسیار سنگین فعالیت‌های انسانی، فرهنگی و آموزشی داشتن. ببینید بسیار سنگین. ایشون معلم یا مدیر مدرسه برسابه نبودن، ایشون همه جای ایران، ایشون فعالیتشون که حالا خودشون یه مقدار کمیشو برای شما میگن، وقت نیست. من ازشون خیلی خواهش کردم که یه مقدار کمی صحبت کنم. خانم های ایرانی عزیز که الان در ایران نشسته اید، نگاه کنین به این خانم، به فعالیت های خانم و به خصوص در آخر زمینه نگاه کنین به این که ایشون برای شما چه پیشنهادی دارن واسه این که برگردیم به اون افتخارات بسیار سنگینی که تاریخ ما رو منور کرده بود. اتاق فرمان لطفاً بریم رو به سرکار خانم. سلام عرض کنم خدمتتون. من با شما دست دادم افتخار پیدا کنم. حالتون خوشوقتم. ببین شما در مقامی نیستین که من بتونم واقعا خیلی براتون صحبت، هرچی من بیشتر صحبت کنم نه فایده نداره. واقعا اون چی که من دیدم و شنیدم و اینه که بعداً من صحبت میکنم. ایشون صاحب مدال 7 پیکر هستن که یکی از بزرگترین مدال‌هایی است که در ایران داشتیم که این به خاطر ملکه ثریا اومد به بازار مدال‌ها و تنها کسی که بعد از ایشون این مدال رو داشته ایشون هستن. شخص خانم قدسی حبیبی افخمی هستن. وقت نشد که مدال و نشانشون رو بیاریم اینجا نشون بدیم، فرمان اعلیحضرت هم دارن، منتها چون تا شده بود یه خود وقت نشد. ما در خدمت ایشون بازم خواهیم بود. دوستان عزیزان، من از صحنه یک کمی میرم بیرون، شما رو با سرکار خانم افخمی آزادتون میذارم که گوش بدین، ببینین ایران یعنی چی، خدمت یعنی چی و آینده یعنی چی. ما در خدمت شما این بفرمایید. من سلام عرض میکنم به تمام بینندگان تلویزیون کانال وان و افتخار دارم که امروز کمی با شما صحبت کنم و مخصوصا با دخترانی که 12 سال
باهاشون زندگی کردم در جمعیت خیریه فرح پهلوی شماره 3. من بعد از تحصیلاتم رفتم آلمان و قابلگی و روانشناسی کودک خوندم و برگشتم در ایران در انجمن ملی حمایت کودکان روانشناس بودم. اولین مدرسه عقب افتاده ها رو برنامه‌ش رو نوشتم، ترجمه کردم از آلمان و آوردم نوشتم. آموزش پرورش رسمی شناخت و اونو افتتاح مدرسه امید کودک الان در خیابان پهلوی مال کودکان کندذهن درست شد و 2 سال در اونجا مدیریت کردم. بعد از 2 سال به فرمان اولی حضرت افتخار داشتم که بیام در جمعیت خیریه به عنوان روانشناس کودک کار کنم و در اونجا در شبان روزی شماره 3 شروع کردم به کار. و دختران عزیزم یادتون باشه 350 دختر بودین، 200 کارمند بودن و اینها همشون با افتخار و کاری که میکردن باعث شد که سپاه دانش بیاد در اونجا و کارمندایی که و کارگرایی که سواد نداشتن سواد یادشون بده و همشون رسم استخدام دولتی بر بیان و امروز برای من نامه می نویسن که ما با داشتن بازنشستگی و بیمه ما از شما ممنونیم و الا اگر نداشتیم امروز گرسنه بودیم. دخترای من یادتونه 12 سال با هم کار کردیم و چه مرفه بودین شما، غذاتون، لباستون، همه چیزتون حاضر آماده و رفتین و همه موفقیت های آوردین، مدال طلای ورزش آوردین. الان 3 تا هد نرس هستین که من میشناسم که در ایران در تهران در بیمارستان ها هستین، باعث افتخار هستین و این همبستگی ما اون روز فقط نبود. امروز در حالی که همه بزرگ شدیم، میدونم مادر شدین و باعث افتخار مملکت هستین، اما دست به دست هم بدین و برای این بچه هایی که الان در خیابون ها خودفروشی میکنن یا اینی که با پول و زندگیشون باید پول گدایی کنن برای اینکه برای پدر مادرشون نون تهیه کنن، شما باید اینها رو جمع بکنین، اینها رو 2 مرتبه مثل گذشته همونجور در خدمت این جوونا باشین، در خدمت این بچه ها باشین. و خانم های عزیز من، خانم مادران محترم من، بچه هاتون رو فراموش نکنین. من اینجا به نواهام شعر ایران رو یاد دادم برای اینکه و میخونن و مسابقه میذارن کدوم بهتر میخونن. شما باید اینا نگین نگذشته، هر روز برای ما برخیزین و بلندشین و دست به دست هم بدین و باز فرزندانتون رو خوشبخت کنین و فرزندانتون رو از این اعتیاد و اینها در بیارین و با دست هم به کمک هم. و دخترای عزیز من، پسران جمعیت خیریه فرح پهلوی، شما که امروز در زندگی موفق هستین دست به دست هم بدین و با اتحاد، فقط با اتحاد میتونیم ما با هم. یک دست صدا نداره اما 2 دست صدا داره. خانوما عزیزان، شما جای با خانم فرخروی پارسا رو باید بگیرید، شما جای خانم شوکت ملوک جهانبانی رو باید بگیرید، شما باید جای خانم خزیمه علم رو بگیرید. این شماها هستین که امروز مملکت من به شما احتیاج و شماها هستین، اما امیدوار باشین و با اتحاد میتونیم موفق شیم. اتحاد ترس رو از بین میبره، ترس وجود نداره. دختران من، شماهایی که بر من نامه می-نویسین، تلفن میکنین، کمک مالی میخوان یا کمک های وقت مجری موفقیت های خودتون میدین، بدونین که اینها در حضور اولی حضرت شهبانو بوده و اولی حضرت شهبانو بودن که سرویس شما رو افتتاح کردن، با والا حضرتین آمدن نشستن سر میز بچه ها، دخترهای شبانه روزی شماره 3 پهلوی فرح پهلوی و ایش اولی حضرت بودن که می آمدن اونجا بچه ها رو می آوردن. و آخرین چیزی که میتونم بگم، اعلی حضرت همایونی یک روزی تشریف آوردن در شبانه روزی شماره 3 تهران پارس و وقتی که اون کارهای دستی بچه ها رو من گذاشته بودم اونجا چون نشون میدادم، فقط اقتصاد مملکت و اعلی حضرت
در یک شبانه روزی هم میخواستن احساس کنن، به طوری که آمدن یک رومیزی رو برداشتن و گفتن، فرمودن این چقدر تموم میشه؟ گفتم اینقدر. قربون نوشته روش. چقدر میفروشین؟ اینقدر روش نوشته. پولش چیکار میشه؟ گفتم که به اسم اون دختری که ساخته شده میره در کتابچه، میدیم بره در کتابچه بانک بذاره. مگر کتابچه بانک دارن بچه های شبان روزی؟ گفتم بله قربون. و با مربیاشون میرن میذارن. دخترای من شما همونایی هستید. بعد من اگر این فرمان برای من آمد به خاطر اقتصادی بود که حتی اعلیحضرت همایونی در یک پرورشگاه باز در فکر اقتصاد و موفقیت بودن. خانم ها، بانوان، زنان، مادران، بلند شیم، فقط ما میتونیم 2 مرتبه همون صحنه ها رو و همون زندگی رو برای این بچه هایی که فرزندایی که تو خیابون گرسنه و تشنه، خانواده های گرسنه و تشنه، موفقیت درست کنیم که برسونیم به همین جایی که شماها رسیدید. شما این که باید الان با هم دست به دست هم بدید، چون جز شما ما کسی رو نداریم. نترسین، اتحاد داشته باشین و بدونین که مملکت اون روز چی بود و اعلی حضرت مملکت، اولیا حضرت مملکت و اعلی حضرت های مملکت با شما بودن، با دختران شبانه روزی شماره 3، پسران شماره معنوی شماره 5، در تمام 4000 بچه یتیم که در تمام این شبانه روزی ها در شهرستان ها و اینجا بودن و من میرفتم سرکشی میکردم. اولی حضرت میام تشریف فرمایی می داشتن و میدیدن. اینها خانم ها شما بودین، خانم های داوطلب جمعیت خیریه، شماها بودین که کمک کردین و این مؤسسات رو دایر کردین و این سعادتی رو به بچه های جوان دادیم. حالا الان روزی است که شماها بچه ها این کارو بکنین. من از شما خواهش میکنم یادتون نره که چه جور بودیم و چه شدیم و امروز روز ماست. من از همتون ممنونم، از همتون سپاسگزارم و امیدوارم که 2 مرتبه بیام در اونجا زیر سایه شما، به اتفاق شما با هم دست به دست هم بدیم و همون ایران رو برای خودمون درست کنیم و همون سیستم و همون زیبایی و همون انسان دوستی. سرکار خانم افغانی، من 2 سوال کوچک حضورتون بکنم. شما با این تجربه سنگین و واقعا با این خدمت بزرگی که به کشور ما کردین، امروز برنامه‌تون، صحبتتون، تجربتون برای بانوان ایرانی که همه ما مبارزین قبول داریم اینا در خط اولن، هر کاری تا حالا شده توسط این بانوان شده، در خط اول کشور ما هستن. واقعا صحبت من با اونا اینقدر اثر نمیذاره که صحبت شما. من خواهش می‌کنم یه مقداری با بانوان مبارزی که برای برگشت مملکتشون دارن می‌جنگن صحبت بفرمایید. من صحبتی ندارم جز اینی که من دست همه شما رو میبوسم و بدونید که با کمک شما و همراهی شما میتواند این جوانهای ما، این بچه های ما، این فرزندان خود شما در زندگی باشند، موفقیت با افتخار و هر جا با هر پاسپورتی و هر مملکتی که میرن، وقتی که پاسپورت ایرانی رو نشون میدن احترام بذارن و بدون سوال ویزا بدن، نه اینی که مثل امروز سینجین کنن و بعد بشونن اونجا بعد از ساعتها بعد بگن شما ممنوع الخروج هستی. این وظیفه ماست که در ایرانو بسازیم و ایرانی بسازیم که در همه چیزش یک باشه، ولی نه در اعدامش، نه در جنایتش، نه در خودکشی‌هاش، نه در خونریزی‌هاش، نه پول دزدی‌هاش، بلکه در خدمت به جامعه، خدمت به فرزندان، خدمت به مملکت. و بدونید من هرچی یاد گرفتم و در آلمان اونجا هم باعث افتخار بودم. در روزنامه‌های آلمانی چقدر راجع به من نوشتن، قابله بودم و چه کارهایی می‌کردم. چرا؟ برای اینکه انقلاب شده بود و من مجبور بودم خارج بشم به خاطر جونم. ولی امروز در خدمت شما هستم و هر نوع کمکی دخترای من که امروز مادر هستین، هر کمکی میخواین میکنیم با تلفن، میدونم. ولی خانم ها
مادران شماها فقط هستین، ما هستیم، ما مادرانی که فرزند رو تربیت میکنیم در آغوش خودمون. وقتی بغل میکنیم گریهشون تموم میشه، وقتی بزرگ میشن زمین میخورن بغل میکنیم گریهشون تموم میشه. امروز هم باید گریه های اونها رو ما درست بکنیم، ما به جای گریه به جاشون خنده بدیم. و این شما هستین خانم ها و مادران و دختران ما و فرزندان جمعیت خیریه. ما باید مبارزه کنیم، چون ما تلخی ها رو چشیدیم و بعد ساختیم و امروز اینقدر شما موفق هستید، پس میتونیم باز بسازیم. دست شما در نکنه خانم عزیز. من حتما یه مقداری دنباله صحبت‌های شما رو میگیرم. آخر برنامه من دوباره برمیگردم خدمت شما. یادتون باشه که شما هرچی با این بانوان ایرانی که همه ما افتخار به وجودشون میکنیم، هرچی با اینا صحبت کنین واقعا کمه. خیلی فرق میکنه صحبت‌های شما به بانوان ایرانی، مثلا صحبت‌های من یا صحبت‌های دوستان ما. من به شما میگم به نام فرمانده یک گروه نظامی سیاسی ما احتیاج سنگین داریم به پشتیبانی زنان ایرانی. البته دانشجویان و جوانان هم بسیار زیاد مؤثر هستن. ما در اون خرداد 88 دیدیم بابا این مردمی که تو خرداد 88 بودن، اینا نه ایدهشون عوض شده نه تصمیم متفاوتی گرفتن، اینا سر جاشون هستن. ما باید اینا رو بتونیم بیاریمشون بیرون. اون کشته‌ای که ما دادیم در خرداد 88 و همه اینا رو ما مبارزین لااقل یادمون نمیره و هیچ وقت چشم ما دور نمیشه. اون فعالیتی که شما میکردین که چقدر افتخار آفریدید در خرداد 88، منتهاش به دلیل نبوده، حالا دوستان نظرات متفاوته، به دلیل نبود رهبری یا به دلیل نبود فرمانده. منم اجازه بدین نظر خودم بگم، اون کار رهبر نمیخواست، اون کار اصلا محل رهبری نیست. رهبر باید اگه اون اتفاق افتاد بره خونش سالم بمونه که ما اون رهبر رو داشته باشیم، اون که نداشتیم حالا. ولی اون کار فرمانده میخواست. البته ما یه مقداری آمادگیش داشتیم، ولی همونجور که میدونین یه خود خودجوش بود، یه خود حساب نشده بود، فرمانده لاش نبود. من به نام فرمانده گروه نظام سیاسی عقاب ایران، دوستان مقدار زیادی هماهنگی داریم. این به این فکر نیستش که اگه یه اتفاقی افتاد صبح سحر من نمیدونم یه کاری شدم و همه درها رو گرفتیم و بستیم. نه، من آمادگی جهش به داخل ایران رو دارم که بتونم حرکت‌ها رو رهبری کنم. معذرت میخوام، حرکت‌ها رو فرماندهی بکنم. بعد از اینکه من فرماندهی ها رو کردم یا من نوعی از دوستانم ما فرماندهی ها رو کردیم، و وقت زندگی جا میفته یه مقداری. وقتی جا افتاد همیشه اجتماع رهبر رو از میان خودش میکشه بیرون. میتونه که هر کسی که اجتماع بپسندش این رهبر بشه. و نتیجه یادمون نره که این پتانسیل، این ظرفیت ملت داخل شما وجود داره که خرداد 88 دیگری به وجود بیاد و بدونین با یکی دو تا جرقه سیاسی شما میتونین این کار رو به وجود بیارین. اگه میخواد این جرقه یه خود شعله ور بشه، من و گروه ما در خدمت شما هستیم، ضمن اینکه هیچ یک نفر، یک سازمان، یک دسته دیگه همچین اعلامیه رو نداده است. من دارم میگم اگه دوباره یه مقداری کم ظرفیت مثل خرداد 88 نوع حرکت قشنگ بود که به قول معروف کیفیت حرکت درست بود، کمیتش بسیار ضعیف بود. اگه یه خوده برین رو کمیت، یعنی خیزش سیلاسای ادعا داشته باشید که دفاع نظامی ندارد، مجددا خیزش سیلاسای ادعا داشته باشید که دفاع نظامی ندارد، حتما تیم ما کمک شما خواهد بود. اون که الان تعدادی هستن در ایران که در تماس هستن، تعدادی هستن در ایران
که همون روز میتونن یه فرمانده های کوچیکی رو قبول بکنن، یه حرکت هایی بکنن از دوستان ما، ولی اینا کافی نیستن. به دلیل اینکه ملت ایران خوابیده ما رو بار نمیداره به اینکه ما بتونیم تمام وجودمون رو بگذاریم برای اینکه اون آمادگی رو داشته باشیم. این کار شما باید بکنیم. ما این حرکت ها رو واسه شما تنظیم کردیم، بهتون گفتیم که ما باید یه ماه و یه هفته با هم هماهنگ بشیم. الان فردا شما بیایم بیرون، من کاری از دستم نمیاد بکنم. من و شما باید هماهنگ باشیم. یه ماهی ما با هم به گوبشنوف سیاسی اعتراضی داشته باشیم. یعنی مثلا من به شما بگم چهارشنبه ها مثلا نون نخرین، اینا خیلی سیاسی نیست ولی سیاسی هایش هم هست، و ما ببینیم که چهارشنبه ها فلان محل یه خود خلوت شد. یا اینکه از مردم بخوایم که مردم که شما نمیدونم در غرب تهران هستین، ازتون خواهش میشه که 8:30 صبح شما شرق تهران مثلا میدان، اون میدان بزرگ که فوزیه اسمشو عوض کردن تازگی ها، مثلا شما از غرب شرق ایران بیاین شرق تهران و اونجا رو پر کنید و ببینیم شما پر کردی. یعنی صدای ما رو ببینیم، میشنوی که اگه ما خواستیم که با هم هماهنگ شیم، یه بهره گیری کنیم از این حرکت اون، شما بدونیم ما چی میگیم. فرماندهی باید در تماس باشه با اعضاش یا مبارزین. من باید بدونم که به شما حرف میزنم، شما میشنوین و شما عمل میکنین. اگه ما ندونیم به درد نمیخوره. یک ماه باید این تمرین رو داشته باشیم، یه هفتم تمرین بسیار مخصوص که دیگه مطمئن بشیم که شنبه ساعت 11 صبح به عنوان مثال ملت میان از خونه‌هاشون بیرون بدون اینکه حتی یه دونه تیر پخش بشه. واسه اینکه اون جمهوری اسلامی ها ببینین دزد هستن، بحثی درش نیست، رئیس دزدان، ولی نمیشه گفت خر مطلقاً. از این خرهای معمولی هم هستن. در نتیجه اینا میفهمن، میبینن که وقتی از خونش میخواد بیاد بیرون، یا اونایی که تو بازار هستن خبر میدن، میگن قربان بازار آدم به هم چسبیده، این حساب میکنه که پس تو بازار این هیچ کاری نمیتونه بکنه. این اخبار از جای دیگه به اینا میرسه. یه مقداری باید وقت بذارین مردم ماها با هم هماهنگ شیم. یعنی مهم میشین که شما بتونید تصمیم بگیری در این زمینه که میخوای مملکتت پس بگیری. اگه پس بگیری مملکتتو میتونی ادارش کنی، اگه پس نگیری سیاست بین الملل به خصوص در خاورمیانه بر تقسیم، اسمشو بذاریم اراضی، و تقسیم اراضیه. شما میخوای مثلا از اهواز بری اصفهان باید پاسپورت داشته باشی و ویزا بگیری. دیگه اصفهان اسمش ایران نمیتونه باشه، یه چیز دیگه اسمشه، خدا بیامرزه. اعلیحضرت میگفتن ایرانستان میشه. ممکنه اسم اصفهان بشه اصفهانستان، احوانستان، اهوازستان، از این حرفا. خیلی ملت خوابیدین همه. یه مقداری به فکر بیفتین، یه مقداری واقعا به این صحبت‌هایی که از خانم افخمی امروز شنیدین بیفتین. امثال خانم افخمی نه در این حد ولی در حد یه مقداری پایین‌تر شبانه روز در این محلی که من زندگی میکنم با من در صحبتم. همه تو کوچه این آستین منو میگیرن، ول نمیکنن، صحبت میکنیم که چرا همچین شده، چرا اونجوری شده. من یه لغت براشون دارم، متاسفانه لغت دیگه ندارم. همین یه لغت میمونه که بگیم ملت بی غیرت شده، بی غیرت مطلق و خوابیده، واسه این که یک کسی دست خدای اون آقای که چه میدونم 1400-500 سال تو چاست، یک عالم هم چک گرفته هیچی جواب نداده. اون آدمه از چا بیاد بیرون و این آقاها رو نجات بده. صلوات هم واسش میفرستن، چک هم مینویسن میندازن تو چا واسش. ببینین چه جور آخوندا شما رو خوردن. آیا این بشریته که تو چک بنویسی بندازی تو چاه
به امید اینکه یا آقاه نمیدونم 1400 سال زیر چاه مونده، این مردک نه آب خورده نه نون خورده، معلوم نیست اونجا چیکار کرده، اصلا چند سالشه الان. این که دیگه شعوری نداره پس از 1300 سال از چاه بیاد بیرون. من نمیدونم اینا چی ساختین واسه خودتون. اینو روزخونه ساخته که با پتک بزنه تو سر من و شما و بگه که ببین من آخوند اینو میخوام. و متاسفانه دوستانم هم دارن گوش میکنن. من هر وقت میبینم امرای ارتش با احترام و دستمال این سینه هاشون هم میرن جلو یه رازخون. خامنه ای یه دونه رازخونه که 10 تومن میگرفت، میامد تو خونه، زنا میشستن میگه علی اکبر رو کشتم، همه میزدن زیر گریه که علی اکبر رو کشتم. این کارش این بوده، شغلش همین یکی بوده، دومی هم نداره. اینا روزخون مطلقه. حالا اینجا نشستن میگن به ما پول بده، مالیات هم از ما نگیر، ما خدمت سربازی هم نکنیم. یعنی به عبارت دیگه به ما یه پول زیاد بده ما بریم اونجا بشینیم واسه خودمون خوش باشیم. اینا آخونده میگه، آخوندهای دنیا دارن اینی میگن، دنیا هم داره بهشون پول میده میگه برین اونجا بشینی کیف کنی. میبینی که این مختص مسلمان نیست، این همه جا هست. آدم چجوری دلش نسوزه که یه مملکتی رو اومدن ولش کردیم که آقا امام 13 از زیر چاه بیاد بالا. اون یارو رئیس جمهور هم همین میگفتش که اومدنش دیر شده. همین روزا من دیشب خواب دیدم داره میاد. بابا توپ به روی پدر بی پدر مادراتون آخوندهای روزخون. خواب دیدین که اون گفته من از چاه میام بالا، بعد اینا رو گرفت جر داد. جاش ما گرفتیم خوابیدیم داریم اینا رو تماشا بکنیم. من یه مقداری صدام رفت بالا واسه اینکه عادت کنم صدام کم شه. خواهش میکنم یک کمی دیگه سرکار خانم افخمی راجع به این ملیت بازی که من صحبت میکردم با خانمای ما صحبت کنن. من 2-3 دقیقه دیگه برمیگردم خدمتتون. من دیگه هرچی باید بگم قربون شما گفتین، ولی من فقط میتونم بگم که روی تجربه خودم و دختران و فرزندانی که در جمعیت خیریه با اتحاد صحبت زندگی کردن و امروز خوشبخت هستن، همون زندگی رو درست بکنن با اتحاد و دست خودشون و تجربه‌ای که در زندگیشون در کودکی و جوونیشون داشتن همونها رو 2 مرتبه با اتحاد اجرا بکنن و اون همون نیست که بسازن. این سازندگی لازم اتحاده. اتحاد سازنده است، سازندگی موفقیته و جز این راهی نداریم. بانوان مادران ما، من فقط میتونم بگم تمام این فعالیت‌های تمام دنیا روی یک دستش بانوان زنانی هستند، چه در مملکت ما و چه در تمام دنیا. و اگر نگاه کنید و تاریخ رو بخونید، امروز هم روز شماست. امروز و نگین که دیگه ما چیکار کنیم، نگین. من اغلب در مجالس میگن ما چیکار میتونیم بکنیم. یکی نمیتونه ایش کار بکنه، اما 10 تا و 12 تا و 100 تا و 1000 تا میتونن کاری بکنن. و شما تا با هم اتحاد نکنین، تا بیدار نشین و نجات فرزندای خودتون، فرزندان همسایه هاتون، اینها رو خوشبخت نکنین، باز به قول تیمسار همون ایرانستان خواهیم بود که هیچ وقت دیگه بخوایم از بریم فامیلمون هم ببینیم باید پاسپورت و ویزا بگیریم. من امیدوارم که فرزندان من که الان گوش میدن یاد من باشن و بدونن چه بودیم و شاه مملکت می آمدن در پرورشگاه شبانه روزی شماره 3 و حمایت از بچه ها. پس در این صورت ما اونا نکنیم ولی میتونیم اتحاد همیشه باعث موفقیت.
من فقط این تنها چیزی است که خودم دیدم در بچه‌های خودم و خانم‌هایی که داوطلبانه چه خدمت‌هایی کردن و اونها نمونه‌هایی بودن که امروز ما باید جای اونها همین کار انجام بدیم و دست به دست هم بدیم و رهبری کنیم و انسان باشیم و محبت کنیم، پشتیبانی کنیم. هیچ راه دیگه ای نمیتونه ما رو به هم وصل کنه و موفق کنه. انشالله خانمایی که شبیه سرکار خانم افخمی در ایران هستن، ایشون تک نبودن، تنها نبودن اونجا، یه دنیا بودن با هم کار میکنن. یه تعداد زیادی اسامیشون رو برای شما گفتن. انشالله اون خانوما یه خود تکون بخورن، تماس بگیریم با این خانم افخمی. اگه بلد نیستین به دفتر عقاب ایران که بلدین زنگ بزنیم، پیغام بذاریم، ما ارتباط شما رو برقرار میکنیم. تماس بگیرید، بشین بزرگان بانوان ایران و شروع کنیم واسه این که بتونیم حقیقتا نتیجه بگیریم و تجربه بگیریم. دفتر گروه نظام سیاسی عقاب ایران 24 ساعت به تلفن شما جواب میده و من خیلی خوشحال میشم که این ارتباطتون رو با سرکار خانم قدسی افخمی نگه دارین، به وجود بیاد و حتما این میتونه شروع یک جنبش بانوان باشه. این جنبش بانوان میتونه شروع باشه. دوستان عزیزان، ما خیلی میتونیم استفاده کنیم. من مطمئنم شوهرها، پسرها، برادر شما مخالف این نیستن که بانوان از خودشون اون قدرتی که دارن نشونش بدن. خیلی قدرت داری. شما نمیدونید شما خانم‌ها چقدر قدرت دارین، زیاد، ولی نشونش دارین نمیدین، گذاشتینش کنار، یه خود دارین عبور میکنین. شما میتونید دستور بدی به پسرت چی کار بکنی چی کار نکنی، به شوهرت تا حدی میتونی، به بابات. شما صحبت داشتین خانم. من میخواستم بگم چیزی که خداوند خلقت کرده، چون من شغلم قابلگی و روانشناسی کودکی، میتونم به شما بگم مادرها، خانوما، خداوند اگر میتونست زایمان و درد زایمانو به مردها بده حتما میداد، ولی میدونه که خانومها و زنها بیشتر طاقت درد دارن، بیشتر طاقت اراده دارن. به همین علت زایمان و مادر بودن و این افتخار رو به ما داده. این عقیده منه. من در اینجا مجددا تشکر بسیار زیاد از این خانوم والای ایرانی که خدماتش همیشه در صفحات تاریخ خدمتی ایران وجود داره تشکر میکنم. من به شما قول میدم، بازم ازشون خواهش خواهیم کرد که ایشون به ما بپیوندن. در جلسه ماهیانه نیرو هوایی که ما جمع بودیم ایشون افتخار دادن، تشریف آوردن. ایشون فقط اونجا که نشسته بودن همه ذوق میکردن و بالا پایی میپریدن، میدونن که اون افسرها، اون کسا، اینا همه دور همن و اینجا نشستن جمع. قربون، من خودم رو تو ایران حس کردم. من یک دفعه احساس کردم افسران و خودم رو پیدا کردم. قربون، من خودم رو پیدا کردم در اون جلسه و این افسران و این اتحاد و این شخصیت ها گم کرده بودم و اونجا پیدا کردم. و طریق ما بازم از ایشون دعوت خواهیم کرد. دوستان عزیزان، برنامه ما رو به انتها رفت. تشکر از اینکه به برنامه ما گوش کردین. من انتظار دارم تماس‌های زیادی بگیرین در مورد ارتباط با سرکار خانم قدسی افخمی و بعداً بتونیم که دفعات دیگری هم این برنامه رو اجرا بکنیم. شب و روز شما هم میهنان عزیز بخیر. شب خوش. قدسی حبیبی افخمی. بفرمایید خانم.